به نام یکتای ثروت آفرین. درود دوستان ارزشمند، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا بهترین لحظات رو سپری کنید. کامیار نصیری هستم و میخوام در این پادکست تحلیل رفتار متقابل رو معرفی کنم. تعریف تحلیل رفتار متقابل رو بگم و اینکه چگونه به وجود اومده و چی هست. در زمانهای قدیم شخصی بود به نام فروید. فروید روانکاو بود. در واقع پایه‌گذار روانکاوی و روانشناسی بود. فروید بود که گفت روان انسان به مانند یه صخره یخیه که 9/10 زیره و 1/10 رو وای میسته. یعنی آنچه که ما در ظاهر افراد میبینیم 1/10 روانشون هم نیست و این خیلی مسئله مهمیه. و گفت برای این که بفهمیم انسان‌ها چرا اینطور فکر می‌کنند، چرا اینطور احساس می‌کنند و چرا اینطور رفتار می‌کنند، میبایست روانشون رو بکاویم، بریم عمق. فروید بود که گفت روان ما در حقیقت 2 قسمت داره. اون قسمت صخره یخی که بالای آب وای میسته میگیم خودآگاهی یا خودآگاه، و اون قسمتی که زیر سطح آبه و دیده نمیشه میگیم ناخودآگاه یا ضمیر ناخودآگاه، که تصمیم گیری های کودکی ما در اونجا بارگذاری شده، در واقع در ناخودآگاه ما قرار داره. و گفت افکار، احساس و رفتارهای انسانها از ناخودآگاه اونا سر میزنه. از اونجا یعنی از ناخودآگاه حرکت میکنه، آرام آرام خودشو به سطح یا خودآگاه میرسونه و خودشو نشون میده. به همین دلیل اگر انسان‌ها ناخودآگاهشون رو نشناسن، اسیر ناخودآگاه یا تصمیم گیری هایی که در کودکی گرفتن میشن، و انسان‌ها به دلیل اینکه ناخودآگاهشون رو نمیشناسن، دلیل خیلی از اتفاقهایی که براشون میفته رو نمیدونن. فروید یک شاگردی داشت به اسم یونگ. یونگ نظریه فروید رو توسعه داد و گفت ما یک خودآگاه داریم و یک ناخودآگاه داریم و همین ناخودآگاه رو به 2 قسمت تقسیم کرد: ناخودآگاه شخصی یا فردی و ناخودآگاه جمعی. یونگ می گفت این فرد در این جامعه، در این فرهنگ، در این خانواده، در این لایحه اجتماعی بوده و بزرگ شده و با توجه به این فرهنگ، با توجه به این خانواده، با توجه به این جامعه، فرد یا انسان اینطور فکر میکنه، اینطور احساس میکنه و اینطور رفتار میکنه. و زیباترین قسمتش این بود که ناخودآگاه رو به 2 قسمت شخصی و جمعی تقسیم کرد. بعدها شخصی به نام اریک برن با الهام گرفتن از فروید نظریه یونگ رو توسعه داد. دکتر اریک برن روانپزشک و روان درمانگر بود و مکتب روانشناسی تحلیل رفتار متقابل یا TA رو پایه‌گذاری کرد. در تعریف روانشناسی میگیم مطالعه علمی رفتار انسان و رفتار برونداد وضعیت روانی، عاطفی و هیجانی ماست و روان چیزی نیست جز عملکرد ذهن و ذهن ساختار مغز است. در واقع روانشناس‌ها افرادی هستند که به این موضوع می‌پردازند که افراد چطور فکر می‌کنند، چطور احساس می‌کنند و چطور رفتار می‌کنند. یعنی موضوع تحلیل و پردازش اونها رفتار، افکار و احساسات انسان هاست. این که چطور میشه که انسان‌ها در مورد یه محرک خاص پاسخ احساسی، هیجانی یا عاطفیشون متفاوته. چطور میشه که مردم متفاوت فکر میکنند، متفاوت احساس میکنند و متفاوت رفتار میکنند. افکار، احساس، رفتار. ما با این 3 خیلی کار داریم. اینها درهایی هستند که یک انسان برای ارتباط با محیط اطرافش ازش استفاده میکنه. دکتر اریک برن خودآگاه یا خودآگاهی رو که 1/10 مغز ماست حالت نفسانی بالغ نامگذاری کرد که در تعریف بالغ میگیم مجموعه است از افکار، احساس و رفتار که نتیجه پاسخ مستقیم
به واقعیت اکنون و اینجاست. یعنی بالغ ما قراره در آنچه که رخ میده با آگاهی جدید و بروز نسبت به اینجا و اکنون با کمترین ضرر بهترین پاسخ رو بده. و در ادامه اریک برن قسمتی از ناخودآگاه رو که 1 تا 7 سالگی رفتار، افکار و احساسهای کودکی که داشتیم و در اونجا بارگذاری کردیم حالت نفسانی کودک نامگذاری کرد که در تعریف کودک میگیم مجموعه است از افکار، احساس و رفتارهایی که نتیجه بازنوازی تجربیات دوران کودکی ماست. یعنی من به عنوان یه بچه کوچولو دنیا را با هیجاناتم، با مغز هیجانی، این که چه درکی از خودم و دنیا داشتم، چه خیال پردازی هایی داشتم، لذتمندی از نظر من کودک چه معنی داشت رو در اینجا و اکنون بازنوازی میکنم. و در ادامه اریک برن قسمت دیگری از ناخودآگاه رو که الگوهایی که از والدین یعنی پدر، مادر و جانشینان روانی اونها گرفتیم و یا تصمیم گیری هایی که از الگوهای والدین گرفتیم و در اونجا بارگذاری کردیم را حالت نفسانی والد نامگذاری کرد که در تعریف والد میگیم مجموعه است از افکار، احساس و رفتار که نتیجه درون اندازی الگوهایی که از والدین گرفتیم. یعنی گرفتیم، گذاشتیمش توی مغزمون و اونها رو در قسمتی ثبت کردیم و بعداً ممکنه از این بخش فکر، احساس و یا رفتار کنیم. یک نکته مهم اینجا بگم دوستان، ما در واقعیت چیزی به اسم والد، بالغ و کودک نداریم. فکر نکنیم که ما 3 نفر هستیم. ما فقط 1 نفر هستیم، ولی ما میایم مرزبندی میکنیم و برای این حالتهای نفسانی اسامی انتخاب میکنیم که به واسطه این اسامی و معانی بتونیم از طریق کلمات روی خودمون کار کنیم و خودمون رو بشناسیم. تعریف تحلیل رفتار متقابل. تحلیل رفتار متقابل یا TA نظریه است در مورد شخصیت و روش منظمی است برای روان درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی. یعنی قراره با یکی از نظریه‌های روانشناسی کاربردی تحلیل رفتار متقابل یا TA آشنا بشیم که با استفاده از آن میتوان گام‌های مؤثری در شناخت و درمان شخصی و رشد روحی روانی برداشت. همچنین این نظریه در بهبود روابط انسانی کاربردهای مؤثری داره. تحلیل رفتار متقابل یا TA به عنوان نظریه شخصیت تصویری از ساختار روانشناختی انسان به ما ارائه میده. به این منظور از یک الگوی 3 بخشی یعنی والد، بالغ، کودک به عنوان الگوی حالتهای نفسانی خود استفاده میکنه. همین الگوی شخصیتی به ما کمک میکنه تا دریابیم انسانها چگونه عمل و رفتار میکنند و اینکه چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشون نشون میدن و یا آشکار میکنند. موضوع مورد بحث ما طرز فکر، احساس و شناخت افکار انسان هاست. یعنی میخوایم وارد عالم درون بشیم و خودمون رو مشاهده کنیم و یاد بگیریم که با استفاده از یک سری الگوها تعریف دقیق تری از خودمون یا خویشتن حقیقی خودمون داشته باشیم. در واقع تحلیل رفتار متقابل یا TA یک نظریه روانشناسی کاربردیه که با چند تا تعریف ساده یه جعبه ابزار میده دستمون تا بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم. پیشنویس یا نمایشنامه زندگیمون، تصمیم گیری هایی که در کودکی راجع به پول، شغل، ارتباط، ازدواج، زندگی و غیره گرفتیم که شده برنامه ریزی ذهنمون و ما به ناگاه داریم بر اساس اون برنامه ها پیش میریم رو بشناسیم و متوجه بشیم کجاها احتیاج به تغییر داریم و میبایست تغییر بدیم. کدوم رفتارم که ناکارآمده و داره به اینجا و اکنون من آسیب میزنه رو با یک رفتار کارآمد جایگزین کنیم. یه جاهایی احساسمون بیجا بی موقع به صورت هیجان بازنواخت میشه و به ما آسیب میرسونه. شاید لازمه کنترلش کنیم و یا تغییرش بدیم و یه احساس دیگر رو جای اون تقویتش کنیم.
پرورشش بدیم و ازش استفاده کنیم. شاید یه جاهایی نحوه تفکرمون غلطه و میبایست تغییرش بدیم. در واقع میخوایم راجع به انسان صحبت کنیم و رفتارهاش و اینکه چطوری متوجه بشیم که رفتارهای ما از چه حالت ذهنی نشأت میگیره و این حالت ذهنی چه بخش هیجانی رو پشتش داره. در واقع میخوایم با نگاهی روانشناسانه به انسان و روابطش نگاه کنیم و میخوایم بفهمیم آیا روابط ما با خودمون و دیگران روابط سالمیه؟ آیا درش بازی وجود داره؟ آیا مسائل ناخودآگاه من توی روابط هم تأثیر میذاره یا نه؟ و اینکه چی میشه که فردی وارد رابطه‌ای میشه و رابطه‌اش با شکست روبرو میشه؟ و یا اینکه چی میشه که فردی وارد رابطه‌ای میشه و روابطش با صمیمیت روبرو میشه؟ چی میشه که فردی مایل روابط پدر و مادرگری خوبی داشته باشه ولی نمیتونه؟ چی میشه که فردی به سمت اهداف و خواسته هاش میره ولی با شکست روبرو میشه؟ یا چی میشه که فردی به سمت اهداف و خواسته هاش میره و با موفقیت روبرو میشه؟ چی میشه که فردی کارهایی که میبایست در مسیر تحقق خود شکوفایی خود انجام بده رو با برنامه‌ریزی انجام میده ولی فردی دیگر در مقابل انجام کارهاش اهمال کاری میکنه؟ بنابراین ما میایم تمرکزمون رو میذاریم رو افکار، احساس و رفتار و بررسی اونها، ولی برای اینکه بتونیم بررسی کنیم باید انسان رو بشناسیم. بنابراین عمیق میشیم بر روی انسان و با این واقعیت که هر فردی در زمان کودکی 1 تا 7 سالگی توی محیط اولیه زندگیش روی صحنه نمایش نخستین یعنی خانواده و دیگران مهمی که اونجا هستن نسبت به خودش، بقیه آدم‌ها و دنیا تصمیم گیری هایی میکنه که تصمیم گیری هایی نه چندان عاقلانه و نه با مغز شناختی بلکه با مغز هیجانی در زمان کودکیه و اونها را به عنوان بزرگترین تصمیم گیری های زندگی و نتیجه گیری ها راجع به این که من چی هستم، دیگران چی هستن و دنیا چه معنی داره در درون مغزش ثبت میکنه و به بخش ناخودآگاهش میفرسته و این تصمیم گیری ها را به عنوان واقعی ترین واقعیت زندگیش میپذیره، قبول میکنه و بعدن که زیر استرس و فشار قرار میگیره این مسائل باعث میشه که رفتار کنه و رفتار من بازخورد خواهد داشت و بازخورد اون در درون من اثر میذاره و نهایتاً باعث میشه که مسائلم به سمت و سوی بره که شاید در زمان بچگی تصمیم گرفته بودم که اسمش رو میذاریم پیشنویس یا نمایشنامه زندگی. آیا من خود واقعیم رو دارم تجربه میکنم؟ خود واقعیم بدون سانسور و یا نه؟ این که به واسطه حضور ترس بخوام که چیز دیگه‌ای باشم. میخوایم عمیق بشیم تو خودمون، جستجو کنیم خودمون رو. در واقع ما رفتارهایی رو داریم از خودمون نشون میدیم که این رفتارها ریشه در برداشت ما از اتفاقاتیه که ما در کودکی تصمیم گرفتیم و گاهی اوقات این اتفاقات رو آنطور که هست نمیبینیم بلکه دوست داریم اونجور که دلمون میخواد ببینیمش، اونجور که دلمون میخواد تفسیرش کنیم و این ریشه در گذشته ما و این که چطور تربیت شدیم داره و گاهی اوقات نسبت به اتفاقات واکنشی نشون میدیم که شاید 180 درجه با موضوع اون اتفاق تفاوت داشته باشه و باعث دردسرهای زیادی بشه. در روانشناسی وجودگرا میگیم واقعیت دریافت تو از واقعیته، یعنی ما جهان پیرامونمون رو شامل جهان و یا دنیایی که توشیم و همچنین دنیای درونی خودمون رو به سمتی تفسیر میکنیم که دلمون میخواد. منتها این دل بخواد در سطح خودآگاه نیست بلکه ریشه در ناخودآگاه من داره و تحت تأثیر فشار، تحت تأثیر ناکامی، تحت تأثیر خشم
و هیجاناتی که برای من مطلوب نیست، احتمال این که بیام و اون قصه های عمیق پیشنویسیم رو که در زمان کودکی تصمیم گرفتم رو دوباره تکرار کنم خیلی هست. اگر در مسائلم در بخش‌هایی از زندگی موفق نیستم، باید از خودم سوال کنم که چرا موفق نیستم و سرزنش هام رو بیرونی نکنم و مسائل رو به دیگران ربط ندم که چرا دنیا بده، چرا آدما بدن، چرا همه مردم بدن، که در واقع اینطور نیست. باید بگردم در درون خودم جستجو کنم که چه چیزی رو دارم در زندگیم شرایطم ایجاد میکنم که به امنیت برسم، که این امنیت سالمی نیست. کجاها تصمیماتم اشتباهه که میخوام با پیشنویس یا نمایشنامه زندگیم همخونی داشته باشه. گاهی اوقات شکست خوردن، گاهی اوقات درد کشیدن در یک رابطه، در یک اتفاق امن تره تا در داشتن یک رابطه یا اتفاق مثبت و موفق. و مغز ما چیزی رو که امن دوست داره، چون براش قابل پیش بینیه. ما میتونیم با تفکر، با گفتگو و خودشناسی راه‌های عصبی جدیدی رو مورد تقویت قرار بدیم و میتونیم تغییر بدیم، به شرطی که بدونیم که چه چیزی داره روی امروز ما تأثیر میذاره. برای اینکه خودمون رو بهتر بشناسیم و در مورد برداشت هایی که از واقعیت داریم بهتر بدونیم، لازمش اینه که والد و بالغ و کودکمون رو بشناسیم، تصمیم های پیشنویس یا نمایشنامه زندگیمون رو بشناسیم تا متوجه بشیم ما طبق شخصیتمون، یعنی افکار، احساس و رفتارمون، چه برداشتی از واقعیت داریم. به عنوان مثال ما میگیم شخصیت و برداشت ما از واقعیت. واقعیت چیه؟ واقعیت چیزیه که واقعیه، هست، به صورت عینی وجود داره، ولی من طبق شخصیتم واقعیت رو چطور تحریف میکنم؟ به عنوان مثال من در یک خیابونی با یک ماشینی تصادف میکنم، با هم برخورد میکنه، ماشینامون با هم برخورد میکنه. آیا من با این اتفاق از کدوم وجه شخصیتم برخورد میکنم؟ از کدوم وجه شخصیتم این موضوع رو میبینم؟ آیا از طریق بالغم میبینم، پیاده میشم، درخواست میکنم که بزنیم کنار، ترافیک ایجاد نکنی و تماس بگیریم پلیس بیاد و راهنماییمون کنه، و یا این که نه، والدانه برخورد میکنم، از اتومبیلم پیاده میشم و اون برخوردی که در کودکی با من میشده و یا اون الگوهایی که پدر مادرم گرفتم رو اینجا بازنوازیش میکنم، توهین میکنم، فحش میدم، و یا این که نه، کودکانه برخورد میکنم، اونم امکان داره کودک منزوی بشم، بترسم، استرس بگیرم، تو خودم جمع شم، اصلا حرفی نزنم. و در واقع من با استفاده از کدوم وجه شخصیتم مسائل رو میسنجم. یه نکته بگم اینجا دوستان، هیچ کدوم از حالتهای نفسانی من، یعنی والد، بالغ، کودک، به اون یکی ارجح تر نیست یا ارجحیت نداره. در واقع شخصیت سالم شخصیتیه که سه وجه والد، بالغ، کودک رو متناسب به موقعیت در درون خودش به عنوان حالت من فعال، کاربردی درک و احساس میکنه و از اون فکر و احساس و رفتار میکنه. اهداف تحلیل رفتار متقابل یا TA چی هست؟ دوستان، تحلیل رفتار متقابل 3 تا هدف داره. 1. خود آگاهی. 2. خود انگیختگی. 3. صمیمیت. و تحلیل رفتار متقابل 3 تا فلسفه داره. اصول فلسفی تحلیل رفتار متقابل یا TA: 1. انسان ها ذاتاً خوب هستند. 2. همه انسان ها توانایی فکر کردن دارند مگر اینکه ضایعه مغزی داشته باشند. 3. پیشنویس یا نمایشنامه زندگی هر کس به وسیله خود او نوشته شده و خود اوست که میتواند آن را تغییر دهد. پیشنویس یا نمایشنامه هر کس به وسیله خود او نوشته شده و خود اوست که میتواند آن را تغییر دهد. یعنی وقتی ما کودک هستیم، پا به عرصه وجود میذاریم، هر کس که به ما نزدیک میشه، والدین، پدر مادر، خواهر برادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ و فامیل،
به نوعی برامون یه معلم میشه و به ما میگه که ما که هستیم، خودش چه هست و اینجا کجاست، و در تصادف با محیط اطراف به یک سری تجارب میرسیم که این تجارب باعث میشه که ما یک سری تصمیماتی در دوران کودکی بگیریم. یک سری از این تصمیمات رو میگیریم که زنده بمونیم. یک سری از این تصمیمات رو میگیریم که حالا که فهمیدیم زنده میمونیم و انقدر راحت حذف نمیشیم، حالا چطور به خواسته هامون برسیم. خیلی از این تصمیمات رو وقتی میرسیم بزرگسالی فراموش میکنیم، ولی هست، وجود داره و به قول فروید تو ذهن ناخودآگاه ما یا ضمیر ناخودآگاه ما جا خوش کرده و به موقع فعال میشه و میاد بالا و نیازش رو برآورده میکنه. هر کدوممون در کودکی پیشنویس یا نمایشنامه زندگی خودمون رو نوشتیم و خودمون هستیم که میتونیم تغییرش بدیم. هر فردی میبایست پیشنویس یا نمایشنامه زندگیش رو خودش تغییر بده. اگر ما 3 اصل فلسفی تحلیل رفتار متقابل یا TA رو قبول کنیم، ما در تحلیل رفتار متقابل یا TA اغلب به سوال دوستان جواب نمیدیم، چون خودش توانایی فکر کردن داره و سوالاتی رو ازش میپرسیم که از قدرت فکرش استفاده کنه و از گیجی و منگی بیاد بیرون و بفهمیم که چی میخواد. سپس دسته دیگری از سوالات مطرح میکنیم که حالا فهمید چی میخواد چطور بهش دست پیدا کنه، چون او توانایی فکر کردن داره و اوست که میبایست از پیشنویس یا نمایشنامه زندگیش بیاد بیرون. در واقع ما فقط میتونیم آگاهی بدیم و راهنمایی کنیم. و شعار اصلی TA I am okay, you are okay، یعنی من خوب هستم، شما خوب هستید. این یعنی به همون اندازه که شما حق دارید خوب باشید، مهم باشید، دیده بشید و نیازها و خواسته های شما مهمند، من هم حق دارم خوب باشم، تو این جهان مادی وجود داشته باشم، در این جهان مادی خواسته و نیاز داشته باشم. این من خوب هستم، شما خوب هستید پایه و اساس دوست داشتن انسان هاست و در کنار هم قرار گرفتن انسان ها به صورت دوستان است و من و شما به عنوان انسان با هم برابریم. این تعریفی بود از یا معرفی بود از تحلیل رفتار متقابل یا TA. براتون آرزوی بهترینا رو دارم. در پناه خدا باشید، غرق در خدا، غرق در آرامش باشید. من اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین یکی که از این کار بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنیم، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم.
من اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی، که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین تیکه از این تار و بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.